درود بر شما بینندگان ارجمند. داستان امروز ما حکایت عجیبیه که در داخل مسجدالحرام اتفاق افتاده و از نقل قول یکی از شاهدین ما این داستان رو برای شما روایت میکنیم و تأکید میکنیم که ما اون رو ندیدیم و بر صحت اون پی نبردیم. این داستان در مورد دختریه که میگویند با حالت مستی در مسجدالحرام مکه در برابر هزاران مسلمان از خدای متعال سرکشی میکرد و به باقی حاضرین توهین میکرد. لذا مورد عذاب خداوند تبارک و تعالی قرار گرفت و اتفاقی که برای او افتاد به دلایل خاصی مخفی. راوی میگوید این دختر بر سر مقام حضرت ابراهیم در داخل مسجدالحرام ایستاده بود و در حالی که پوشش نامناسبی داشت رو به کعبه کرده بود و ناسزا میگفت و با حرفهای زشت و حالت مستی که داشت توجه اطرافیان رو به خود جلب کرده بود. یکی از اطرافیان او که به نظر می رسید از همراهیان او هست گوشی موبایلش رو در آورده بود و داشت از او فیلمبرداری می کرد و به نظر می رسید اونها قصد حاشیه سازی برای مراسم حج و جنجال به پا کردن داشتند. همه حاجیان از آنچه دختر در این مکان مقدس انجام میداد تعجب کرده بودند و یکی از حاجیان او را دید و سعی کرد به اون نزدیک شود تا او را از کاری که می کرد باز دارد. اما هرگاه میخواست با او صحبت کند دختر به حاجی محل نمیداد و سعی میکرد با رفتارهای زشتر و رکیکتر توجه افراد بیشتری رو به خودش جلب کنه. پس از تلاشهای فراوان شیخ برای صحبت با او و نصیحتش وقتی دید دختر گوشش بدهکار نیست، شیخ عصبی شد و صدایش را روی دختر بلند کرد و گفت دخترم از خدا بترس و صدایت را کم کن که در بیت الله الحرام هستی. و با رفتارهای ناپسند خود باقی حاجیان را از عبادت منحرف کردی و حواس همه را پرت کردی. شیخ با ناراحتی به او گفت اگر خدای متعال فرشته مرگ را الان بر تو نازل کند و تو در همین حالت مستی و توهین به مقدسات باشی چه میکنی؟ اگر الان وقت مرگت رسیده باشد به فرشته مرگ چه میگویی؟ دختر با تکبر گفت به فرشته مرگ خواهم گفت که برود و بعداً با من در درب نهم مسجدالحرام ملاقات کند. و به حالت تمسخر به شیخ خندید. شیخ از پاسخ دختر شوکه شد و با ناراحتی گفت آنچه که وظیفه من بود به تو گفتم و خدا شاهد است که من سعیم را برای هوشیار کردن تو کردم. دخترم از خدا بترس و از خداوند طلب مغفرت و آمرزش کن. پس شیخ او را رها کرد و از او دور شد و در حالی که در اطراف کعبه طواف می‌کرد ناگهان دید جمعیت انبوهی جای درب نهم مسجدالحرام تجمع کردند و صدای فریاد و التماس می آید. شیخ با کنجکاوی به سمت آنجا رفت و وقتی جمعیت را کنار زد با یک جنازه روبرو شد. شیخ می گوید وقتی چهره او را آشکار کردم دیدم همان دختر متکبر است، ولی چهره او بسیار کدر شده بود و ظاهرش تغییر کرده بود و با آن چهره‌ای که من دیده بودم فرق کرده بود و کریه‌تر شده بود. در این لحظه با خودم گفتم پس فرشته مرگ با تو ملاقات کرد و خداوند عزرائیل را بر تو نازل کرد. امیدوارم که خدا از سر تقصیرات همه ما بگذرد. و خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید آیا انسان ندید که ما او را از نطفه‌ای بی ارزش آفریدیم و او وقتی که صاحب قدرت و شعور و منطق شد به دشمنی آشکار با ما برخاست؟ خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین و برای بهتر شدن این کانال نظرات مفید خودتون رو توی قسمت کامنت بنویسید و این ویدیو رو برای دوستانتون شیر کنید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید. با تشکر تا ویدیویی دیگر بدرود.